تیم ویتنام. امید ابراهیمی میاره به سمت راست، وریا غفوری، یه پدوپای قشنگ وریا، پاس خوب برای اشکان و سامان، ارسال سامان، دروازه خالیه به حال گل. گل اول سردار. 37 دقیقه ایران 1-0 جلو میافته. شکوندیم سد تیم ویتنام رو. 1-0 ارسال سامان قدوس. دفاع بالاخره باز شد. حالا مجبورن بیان جلو و میشه بازم بهشون گل زد. ایران 1 ویتنام 0. 2 گل در 2 مسابقه. با هم میبینیم صحنه آهسته رو. از وریا شروع شده، پتوپه قشنگ، پاس برای سامان قدوس، یه ارسال و اینطوری ضربه سر سردار. 1-0 به نفع ایران. برنده گل سردار آزمون. بدین شکل خوشحالی کارلوس کیروش و دیگر نفرات روی نیمکت. 2 گل در 2 مسابقه برای سردار آزمون.